جانم آقا. از این خط کسی عبور نمیکنه. بله چشم. کجا آقا؟ نمیتونم اجازه بدم برید. من باید برم تو. نه آقا شما شنیدید خودتون. یعنی چی؟ گفتم من باید برم تو. لطفاً کنار باشید. اینجا آقا. چه خبره؟ من اجازه ندارم براتون بدم. میدونی من کی هستم؟ آقا شما هر کی هستی خودتون مافوق دارید و به احتمال مافوق یه آدم هستید. پس از من نخواهید خلاف دستور مافوق من کنید. مافوق کیه بچه؟ مافوقم. اصلا کی به تو اجازه جلوی منو بگیری؟ لطفاً صداتون رو بیارید پایین تا نکتون حفظ بشه. داوود بیا کنار. آقای رحیم دل از تشفیه. آقای رحیمی شما دیگه چرا؟ شما به این میگی بچه؟ اگه این بچه ها نبودن که الان مملکت رو هوا بود. میدونین چرا تونستن مملکت رو نگه دارن؟ چون قلباشون مثل 40 سال پیش شما پاک و صافه.